از دل پرسیدند: ای دل، چه میخواهی؟ مگر عشق و محبت یا مال و ملک؟ دل گوش کرد و جواب داد: مهری پدر مادر میخواهم. از چشم پرسان شدند: ای چشم، تو چی میخواهی؟ آیا نگاه عاشقانه میخواهی یا این حیات رنگین و گوارا را؟ چشم از اشک پر شد و گفت: نگاه گرم و نورانی پدر مادر را میخواهم. از کتف پرسیدم: استخوانی سخت داری و چرا قوت زیاد نداری؟ مگر میترسی؟ کتف جواب داد: آخر من دستان پدر را مادر را در کتفانم ندیدم. از دو دست پرسان شدم: تو میخواهی که پولهای زیاد را به دست آری؟ دستان از کار ماند و در جواب گفت: من میخواهم دستان پدر و مادر را گرفته به سیر و گشت برایم. از گوش ها پرسیدند: به تو میفورد سرودهای نو به نو؟ میفورد که دوست داشتم تو رو جان جان گوید؟ گوش ها گفتند: به من تنها نصیحت های پدر مادر میفورد. خداوندا، تمام حسیاتم مادر پدر میخواهد تا بودن پدر مادر را قدر کنید، به قدر حضرت والدین برسید. تنها مهر پدر و مادر است که ما را صدقاً نوازش میکند و از دیدار ما چندان خوشحال می شود. مادر و پدر دائما صحت سلامت باشند. خداوند کند که دائما سربلند و خوشطالع و بر سر ما جاودانه بمانند.